سلام. بچه ها اینجا کجاست؟ مدرسه ما. یعنی شو اینجا مدرسه شماست؟ اسم روستاتون؟ هنجیروکی. مدرسه روستای هنجیروکی شهرستان قصرقند. اینجا یه مدرسه است. حالا میخوای باور کنید یا باور نکنید. بچه هایی که ساکن این روستان، ما امروز اومدیم برای دیدن همین بچه ها. والا چیز دیگه ای نمیشه گفت. اون چیزی که باید بگیم رو همه دارن میبینن. امیدوارم بچه ها خودتون رو معرفی کنید، بگین کلاس چندمی؟ خب بگو. علی بلوچ رسولی کلاس چهارم. کلاس چهارم. شما؟ یاسین بلوچ شمشی کلاس پنجم. کلاس پنجم. شما؟ کلاس اسمت چیه؟ رضا بلوچ رسولی. آقا رضا بلوچ. شما؟ ابوبکر بلوچ. آقا ابوبکر بلوچ. کلاس چندمی بابا جان؟ 5. کلاس پنجم. شما دختر گلم؟ بلوچی. اسمت چیه؟ حلیمه بلوچی. شما دخترم؟ حدیثه شمسی. حدیثه خانم شمسی. کلاس چندمی دخترم؟ شما دخترم؟ حالا جالبی این مدرسه چیه؟ زمستونا جاش اینجاست، اما تابستونا که میشه بچه ها میرن زیر درخت. این هم مدرسه تابستونی بچه هست. زمستونا اونور، تابستونم زیر این درخت. خب آب روستاتون بچه ها از کجاست؟ از رودخونه آب میارین ها؟ آب لوله کشی ندارین؟ نه. معلمتون کجاست؟ معلم ما رفت. نه اومده؟ نه. پس معلم هم ندارین امروز؟ دیروز معلم داشتین؟ بله. پس امروز نیومده نه؟ بله. از درستون عقب موندین. بله. خب بچه ها خداحافظ. انشالله میایم دوباره شما رو میبینیم. باشه؟ یه دست تکون بدین. خداحافظ. به امید دیدار. انشالله میایم دوباره شما رو میبینیم.